محله تازه‌بنیاد در دهه شیخ‌آبادی ناحیه فرخار. این محله در پهلوی کوه و در مکانی بلند جایگیر بوده منطقه بخطر حساب می شود. خانه های این محل برای آفت زده های دهه سرخاب ساخته شدند. هر خانه از 3 حجره، حمام و آشخانه عبارت بوده در مجموع 36 خانه را تشکیل می دهد. با همه که مقصد امام علی رحمان و بر گنرال همه که بعضی‌هاش نمی‌شناسم مقدم باشن هم نمیدونم، هزار رحمت میگم، تشکر زیاد میگم. خداوند پروردگار در کجای باشه فقط سربلند باشن. یخش گفتن خانه میدازیم، یخش گفتن نمیدازن. فقط گریسته گشته بودیم، باوری نداشتیم این خانه را بگیریم. های خانه خوشرو. روز 27 نوامبر فاطمه قلمتова کلید خانه را از دست سروزیر قاهی رسولزاده گرفت و زندگی نو را با فرزندانش آغاز کرد. الکی دیده می شود برخی ساکنانی که در ماه می از آفت طبیعی ضرر دیده بودند آمده به خانه های خود در آمده زندگی را شروع نمودند. اما برخی هم محله های اینها میگویند که آنها در جای مکان ضرردیده خود زندگی داشته نه کمک دیدند و نه صاحب چنین خانه شدند. در محله شیخ‌آباد نه همه зарардидагон صاحب خانه شدند. مقامات خانه ها را تنها برای آنهایی ساختند که منزل آنها پر تخریب شده بود. این یکم نمی جماعت این خدمانده جماعت خدمانده من هیچ کار کردن نمیتونم میگم. ایدستم هیچی نمیگم. آخه گفتم چی با نمیگم نه خودم این ای بالای سری من میگم گفتم یکم چی با یاردم نمیتی نمیتونم میگم من نمیدونم من نفهمیدم. با خانواده هایی که منزلشان پر تخریب نشده است مقامات زمین جدا کردند ولی آنها مجبورند در خانه های کهنه زندگی کنند. این امی گرد خانم همش نمتری سیمین بلوک قطی همسایه قطی سیمین بلوک ها را مادیم که امی غش نریزه اومدن دیدن گفتن که زندگی نکه گفتن نک خاکه با کجا میریم خونه نیسته دیگر در آمدیم که شیشتیم امی خانواده. دهه سرخاب بارها از آفت‌های طبیعی آسیب دیده است. 22 نوامبر پس از بارانگری ها سیل آمده دوباره وارد خانه ها شد. خواهش ساکنان باقی مانده از مقامات این است که راه ها را باز کنند. ما طلب خانه نداریم، ما فقط طلب داریم که ما را یاردن بتن راه ما نهایی کنن یگان زندگی بیاویم که راه برآمده و یک زندگی ما ببینیم. دین باور کن آزاد است راه نیست ببرویم. گودکی تارک داریم، ما بچه دو بچه زندار دارم، نواسه دارم. ما خیلی همینجا زندگی کنم. افرادی باقی مانده در این منطقه آفت زده سرخاب حالا با ترس به سر میبرند. با باریدن باران از خانه های نیمه ویرانه بیرون می شوند. حاضر وضعیت زندگی کجان بیزیبای نواسه دارم خونم گودک داره کم تر باران میباره الخون میشم نواسه هم میگیرم او کچه میگریزم میترسم خیلی خدمون چی را دیدم بار اینا گودکو در الخون میشم. سیل روز 25 می سال روان به دهه سرخاب رسید و به 194 خانه آسیب رساند. از آنها 36 خانه پر خراب شدند. ضرر عمومی رسیده به گفته مقامات 7,333,000 سامانی حساب شده است. گرچند 36 خانه برقرار و به صاحبانشان سپرده شده است، اکثر зарардидагон از نرسیدن کمک شکایت دارند. در نتیجه зарардидагон به دو گروه جدا شدند. یکی شد از منزل‌های نو، دیگر سرگردان در میان ویرانه‌ها. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه سرخابی ناحیه فرخار.